کجاست این شیر غران حزب اللهتون؟ کجاست؟ فروخته شد، فروختنش در مقابل یک برنامه اتمی ایران. حزب اللهتون رو فروخت، چون از اول هم نوکر بودن. در طول 40 سال حزب الله فقط امنیت مرز شمال اسرائیل رو گرفته بود که اهل سنت برای جهاد وارد نشن. واقعا تعجب میکنم امروز این دیوس های ولایت فقیه اینا فکر میکنن که اینها در مقابل اسرائیل وایستادن، در مقابل آمریکا وایستادن. بابا در مقابل آمریکا اگر در افغانستان جهاد کرد شیرمردای سنی بود. در مقابل آمریکا اگر در لبنان جهاد کردن اهل سنت بودن. در مقابل آمریکا و اسرائیل و شما دین فروش ها اگر جهاد کردن در سوریه اهل سنت بودن. در عراق کسانی که در مقابل آمریکا جهاد کردن اهل سنت بودن. شما دیوس ها که با سیستانیتون عراق رو فروختید در مقابل 200 میلیون دلار. دونالد رامسفلد در کتابش میگه 200 میلیون دلار دادیم به سیستانی، فتوا داد که بر علیه آمریکایی‌ها نجنگید. در کجا شما در مقابل اسرائیل و در مقابل آمریکا قرار گرفتید؟ الان امروز در غزه مگر جوانان اهل سنت نیستن که در مقابل اسرائیل دارن شهید میشن، جهاد میکنن؟ شمایید؟ یک شیعه رو نشون بده در غزه، یک شیعه رو نشون بده در غزه که در اونجا به خاطر اسلام، به خاطر جنگ با اسرائیل و با آمریکا کشته شده باشه. و اینایی هم که این حزب الله‌ای هم که در لبنان به درک واصل شدن، اینا رو ایران فروخت، قربانشون کرد، قربانی. به خاطر چی؟ به خاطر منافع خودش. و همین حوثی‌ها هم داره قربانی میکنه. و اگر فردا با آمریکا و اسرائیل سر یک میز ننشستن، بعد ببینم که شما دیوس ها میاد چی کار میکنید. حرف حق رو جرأتشو دارید که بگید یا نه؟ در طول 40 سال از این نظام کثیف آخوندی یک روز اینا در مقابل آمریکا و اسرائیل اینا جنگیدن؟ نه، غیر از شعار دادن، غیر از ملت‌های اسلامی رو، ملت‌های غافل رو اینها قربانی کردن به خاطر منافع خودشون.